درود. خب امروز 3 آگوسته. یادم نمیاد دفعه پیش که ویدیو گرفتم. امروز کلی رقصیدم، خیلی خوشحالم. رقصیدن حال آدم خوب میکنه. به نظرم برقصید. به نظرم رقصیدن اگه آدم بتونه پاشه و برقصه خیلی حال آدم خوب میکنه. این یک. ناراحتم، امروز روز جهانی خواهره و خب خواهرمو 3 سال و نیم 4 سال ندیدمش. بعد از اون خواهراییم که خیلی ما هم حرف نمیزنیم ولی جونمون در میره برای هم. یعنی حداقل واسه من اینطوریه، خواهرم جونمه. اون پشه که میگفت مامانمو دوست دارم و بابامو دوست دارم ولی خواهرم یه چیز دیگه است و واقعا خواهرم یه چیز دیگه است. امروز بیشتر به دلتنگی گذشت برای خانواده، برای خواهرم و داشتم میشمردم بین عزیزترین آدمایی که دارم و عزیزترین آدم. من 2 خواهرزاده دارم ولی خب بزرگه رو دیدم، بغلش کردم تا 1 سال و نیم 2 سالگیش پیش من بوده و خب اون یه جور دیگه‌ای برام عزیزه و شاید خواهرم واسه همین بعد از به دنیا اومدن بچه اولش بیشتر دوست دارم، چون یکی از عزیزترین آدمامو به هم داده. و دلتنگی برای خانواده خیلی پدر دراره، ولی فکر میکنم که هستن، فقط دورن و همین. حداقل هستن، حداقل میدونم یه جایی دارن میخندن. دوست ندارم به بقیه چیزای خیلی بد فکر کنم، ولی قدر خانواده رو بدونیم. خوبش خیلی خوبه ولی به نظر من بعدش هم خوبه. حتی نمیدونم، این نظر منه. حالا بعضی تو خانواده سمی بزرگ شدن ولی حالا پدر مادر من نمیگم پرفکت ترین بودن ولی در حد توانشون واقعا کم نذاشتن برامون و دستشون درد نکنه. همین. امروز سپاسگزاری از خانواده بود و دلتنگی برای خواهری که همه جون منه. واقعا وجودم برای خواهر. بای بای.